چطوری بچه خونه؟ محمد هیدر هستم من. ابوالولف. ولی با چالش چی توشه و قراره امروز یک چالش خیلی خفن انجام و با من همراه باش. بله بچه خونه، الان که میخوایم مشخص کنیم کی ببره، همین کی اول شروع کنه. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. اول فصل اول ای الان یه نوع از توی که چشم بزید. خب و من باید یه چی پیدا کنم بزنم تو اون کارتونه و که حدس بزنه چی توشه و نظر چالش خیلی قشنگ. خب بریم یه چی پیدا کنیم. یه چی پیدا کنیم بزنیم توی این کارتونه. بچه تونه الان اول ولف نمیدونم چیه تو اینجا و میاد اینطوری شروع کنه تو بینه چیه. خب حدس بزن. خدا وکیلی نبید. امروز هستیم معلومه. ولی بچه تون الان ابوالولف 1 و من 0 هستم و ناتوانم که چشم ببندم و ابوالولف یه چی پیدا کنم بذار توی این کارتون من حدس بزنم چیه. خب میریم و برم حدس بزن که داخل جعبه چیه. الان که من حدس میزنم. چرا دیگه باید حدس بزن؟ من گذاشتم. گذاشتی؟ آیتم هاره. الان من نمیتونم ببینم. نه دیگه منه؟ خب گذاشتی؟ آره دیگه. خب فیلم بچ طرف میگی. خب و بعد بچه خونه من حدس بزنم چیه. آره چی بودی؟ خیاره. آره خیار. خب چشم تو باز کن. اصلا ما اینقدر طولش داشت من خواهم میگم. باشه حدس بزن چیه. نه به خدا بچه. خب ندیدم خب اصلا چیزیش کنیم. این کیوب روچی همین روبیک همین چیز مچبی ها که ابوالولف به انگلیسی شو گفت. خب کیوب یا همون روبیک همینه که مکعب شکل رنگ و این دیگه همه تون بازی کرد. خب بریم واسه یه آیتم سلطان حدس زدن. خب بریم واسه یه آیتم بعدی. چشم باز کن. باز کنم؟ آره آیتم هست. اینطوری گذاشتم که نفهمم یه چیزی. خب فیلم خب کجا گذاشتم؟ پاسون بازی کن. بریم واسه یه آیتم بعدی. و بله بچه خونه الان نوبت ابوالولف هستش که حدس بزنه چیه. دیدی خود چیزش زایر بینی یا این چیزش زدی نه ببینی دیدی و هیچ امتیازی کسب نکنه. الان فعلا 2-2 این. بله بابا خب سرش داد جیر من چیکار کنم. بعد ابوالولف هم بچه خونه معلومه که چیه و هم بتونی روی جوابشو بخون. لبه
این کرمه ها. آره یه دونه چرا چیزه وازلین. استودی حد زد زیادی میاد یا چش دارم مایتم سخته دیگه نمیدونم بس به حد زد باش آره یه کمی پشمالوه پشمالو نیست نرمه آره پشمالو باید چیزی باشه چه؟ کلش لمس نفهمیدم خب یه دونه حدس بزن کونه است؟ نه اشتباه دو تا دیگه داریم حدس کل جمعه بگو دیگه بابا دوباره یه حدس هم بگو دو صفحه بگو دیگه بگو یا نمیدونم یا بگو دو تا حدس داری یا بگو نمیدونم بگوش اگه به ذهنت میرسه ولش کن اگه به ذهنت یه چیزایی میرسه خب بگو حدس میدم شاید یعنی اصلا اهنی یا مثلا شاید پیراهن باشه یا مثلا پیرانه؟ نه یه حدس دیگه ریدم شورته؟ آره لعنته مایو بود داره؟ ها؟ شورت یا مایو؟ نه شورت مثلا وقتی دست لنجه حالی بود خب بیا بلنش این حدست نمیخوریم خب نمیبینم باش زانو بندی زمان چی؟ زانو بند فوتبال ساق من جد ساق من سر فهمیدی؟ معلومه همه اینجاش یه تو رفت دیگه هرشن یه بند دیگه معلومه نکنم خیلی آره داره فیلم یعنی چی؟ حد چیستان است اصلا کن تو همون چیستان بکن توش بکن توش بکن چیلی آخه این چیه آمو بعد چند باشه میفهمه چیه آیتم بیا ساعت بریم برم آیتم بعدی Let's go ساعت ها؟ زود فهمی آخه آسونه با یخت اینجاش بند داره یختش دستم زیرش حرف تمومه؟ آره آرتمو داشتی؟ آره داشته از خودم رفت بخونم نه اصلا یه چیز دیگه ایش گفتم باشی چون یه چیزی هست که گفتی همون آیتم داشتی چی گفتی؟ نیاز خودش نمیده تا خر نوشت خب قبلش سر نوشت نه خب چی رو خر نوشتی این دست پا دست پا کاغذیه آخه این چی؟ دیگه الان یه لازم سلطانه چیزا اینا که حدس بزنن
کنم. حدس بزن چیه ها؟ غلط شده چیه؟ آره نه با خب ببین پلا دوره خدا لوده پلاستیک. نه نیست راستش فریزر یا پس چیه؟ ها؟ راستش فریزر نیست؟ شاید مثلا یه شبیه پلاستیک فریزر باشه نه شبیهش یه جورایی اونم پلاستیکیه ولی میمالی مثلا هم چیز میکنیم مثلا یعنی چی؟ شاید بتونی بپوشونی روی یه جا خوبی؟ ها؟ خدا لوده تلفن نه خواستم باید دوست اشتباه نه دیگه گمراه کنی هر پلاستیکه دیگه اما خب اینا گفتم ولی یه فرصتی تکرار بگم حساب دوتا حدس جهان زد حدس گمراه کنیم ولی خب سفره ره؟ نه آشغال نه هم سفره سفره سامون بریم واسه آیتم بیا اول ولف خواهش بود لخی بلند شو جتا سه تا چیز گفت بابا از پولش میدید تا یه آیتم راحت همون چه؟ پندهیه خواستم مثلا کدومش حساب میشه خب پلاستیک حساب میشه یا چیزی که توشه چیزی که توشه خب چه؟ خب اول گفتی پنبه آره؟ نه گفتم حالت پنبه شکل داره با حدس بزن نه که حالت پنبه آقا پنبه که نیست خب چیه؟ نه به خب خب نمیبینم خب چیزه فکر کنم این که فکر کنم باش ظرف آن شدم چی اسمش؟ سینک نه سیک؟ نه گفتی آقا اشتباه یه دونه اشتباه یه دونه اشتباه بگو باش ظرف آن شدم درست؟ خب اسمش چیه؟ یا یه راه نمایید اول اسمش اولش ای ها؟ اولش ایس ای؟ ای اکنه اسم مارکش داری چیز میکنه اسم خودشو دارم آخرش هم جی است ها؟ آخرش هم جی هست نبین میبینم خب عزیز خب دیگه همون دیگه راه الترسی ازش ای هست آخرش هم جی هست آخه حتی یه سو گذاشتم تو مخش بودم خب چی داره بگو؟ اولش ای آخرش آخرش هم چی؟ جی آخرش؟ هست بگو حدس بزن اسمش یادت نیست آره آقا گفتم اونو که باش زهر را میشوری رام بابا اینطوری اس بکن نه اس میتونی مثلا کارایی جان بگی باشه اسکات اسکات اسفند اسفند اسکات اسفند هم میشه خب خب بریم برای آیتم بعدی دست نخوردن بود
سلطان حدس رید چون اسمشو نگفت کاربردش خب میتونه با هر چیزی ظرفش رو میتونه با کفم ظرفش تیپو سیب هم ظرفش. پس من ریدم اعتراف میکنم که ریدم نه اون ریدمی که تو خلا میروننده ولی جنزم نتونستم باخت یه دست باخت. الان یه دستشو باخت الانه دو دست دیگه داریم هنوز هر کدوم حدس بزنیم و اگه محمدی هم دو دست ببازه من برندم چون دو دست باخت الان بله خب ابوالولف باخت و الان نوبت منه که حدس بزن. بریم واسه آیتم بعدی. خب حدس بزنید چی؟ نیسا بیاریم ازش تک نکنیمش. خود کارتون نیست؟ بگو دیگه آقا یه حدس هم توی 2 ساعت فکر کنید سیدیه؟ نه سیدی ای دیدم پس باخت نه باخت درست آقا چی سخی گذاشتی تو اینجا میفته من اینطوری دست بزنم. خب من اینطوری آخه کل کارتون رو داره رسیدی؟ نه 2 تا اشتباه بود با من نمیدونم یه چی میدونم چیه خب ولی اسمش نمیدونم یه بگی مثلا حدس همین نیست که تو مثلا در این بازار میفروشن ببینیم میبازیم مگه اون نیست؟ نه ندیدم بسید خونه کامنت کنم مگه اون نیست که بگو وایسه مگه اون نیست که دم خود بازار رو میفروشن توش سیدی نه باخت بذار قبلش هم اشتباه گفتی یکی گفتم سیدی جاسیدیست خب این همه جاسیدیه همون نه این همون جاسیدی مگه نیست برو همون آقا یه حدس دیگه بزن شاید مثلا قابه عکسی مثلا عکس نگه بردارم تو اونی؟ ها؟ خب فهمیدم شطرنج اشتباس تخت بازی شطرنج نه باید میگفت تخت بازی و دو طرفش چیزه خوب خب شطرنج تخت بازیه تخت بازی حساب نکنه برام داری رقص من اگه این رو برمیدادم میوردم دیگه اصلا نمیدونست حدس بزنم ولی بازم بگید امو نه یاری بچه اتخونم شطرنج روشه خوبه باشه من باختم یک الان چندیم؟ باید میگفت تخت باز الان چندیم باشه بذار اون زیر یعنی تو مثلا حدس نزدی که مثلا یه طرفش یه چیز اینطوری داره برای هست بذار اون زیر باختی ببین چندیم الان این آیتمه من بود اینم آیتم من بود نه ببین اینا آیتم من بود خب ولی تو حدس زدی خب اینا آیتم تو بود ولی من حدس زدم چیزی که تو گذاشته بودی اینا که گذاشته بودی تو ولی من حدس زدم اینا من گذاشتم اصلا 1 2 3 4 5 6 7 8 ببین 1 کلید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا مثلا 1 2 تا 3 تا 4 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا لیوان هم سر میشماری
عوض الان چندی در واقع هفتی مره نه دیگه اونا تو دیدی عمو گونه خب اینا تو دیدی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خب 6 اینجا گفتی نه دیگه نه شیشیم ولی 10 تا فرصت داریم حدس بزن میدونی حالا یعنی 7 حدس زدی آره 7 حدس خب بریم واسه آیتم بعدی خب بلند شو حدس حدس چی واسه حدس میزنی چی حدس میزنی چیه اون دست من بباز میکروفون واسه قبل از حدس با این قراره رپ بزن چنده واسه ببین اینجا دو تا دیگه داریم ها؟ دو تا دیگه داریم 8 نه 3 تا دیگه قاطی نشه با اینو چند تا شد کلشون آیتم هم شد چند تا آیتم های منو بشمار بس بیا یه 2 دقیقه بیا اینجا اینو ببین این یکی این 2 تا این 3 تا این 4 تا این 5 تا این 6 تا این 7 تا یکی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 9 تا است اون چون یکی رو دیدم عوضش کردی اون این چه جان زد اسکاز خب یکی دیدی مثلا یکی 2 تا 3 تا فقط یکی شو دیدم خب فکر کنم یکی از من کمه 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 اون نو 8 خب الان من یک دیگه بزنم میشه 8 دیگه درست خب آیتم بعدی آیتمی که من گذاشتم و تو باید حدس بزنیم کدومش زغال آوول ولف باید اینا حدس بزن آوول ولف این خیلی هست سیدی خیلی هست خب حدس بزن که چیه چه آیتمی What? گونده همینجاست حدس بزن چیز کنترل نه نه تا ترجمه ارزش میخوای بگی به من نیافته فقط اگه زیاد تکنی نه مش چیه؟ نه همه رنگ میتونه باشه فقط ایرانیه دارن یه خورده داره همه جا هست نکنه توالت چیزی آوردی چیزی توالت چی؟ بگو که میشونم نه پس توالت داره
ها؟ توالته؟ دوتا اشتباه گفتی. میتونم تو همه جا بزنم، چه فرق میکنه تو توالت باشه تو بیرون باشه. همه جا تو هم بزن؟ آره. خود اسمشو میدونی هست؟ آره. من هم میدونم. ها؟ من هم میدونم. همه دنیا میدونن اصلا، حتی به بچه چند 7 سالان بگیم مثلا میدونن. همه میتونن ازش استفاده کنن. همه جا میتونن، همه مکانی، همه شخصیتی میتونن استفاده کنن. چه عجیبیه. چه رنگه فقط بود؟ هم رنگ هستی مال همه جا هست، مال یعنی مثلا تو همه جا میتونی استفاده کنی، هم مال چیز عجیبه میاری دیگه اصلا همه زورت. چند بار در روز استفاده میشه؟ خب بستی مثلا شاید بخوای یه بار استفاده کنی، شاید بخوای 2 بار، بستگی به خودت. بستگی 3 تا اشتباه گفت. اشتباس آقا بگی نمیدونم. از شیشه سره؟ نه اشتباه گفتی آقا، چند بار هر سال دیگه اینا هشتادی کش گفتم همه جا میشه استفاده کرد، هم میتونم، همه جا هست. زیاد وقت اومد بس. خب اصلا این دشته مثلا من یه هر لمسن که فقط این یه تیکه شد. این داشتم حرف شد ولی بازم نفهم. یس تو خود حرف کنم حرف کنم 2 تا اشتباه می‌کنم. خودت یکی دیدی یکی هم اشتباه گفت. نه اونی که دیدم که حساب نیست. چرا حساب؟ نه اگه اینطوری باشه که تو هم دیدی. سنم 1 2 تا 3 تا 4 تا دیدنی حساب نیست، دیدنی باید یه آیتم دیگه هست. 9 تا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا نه تا دیگه هیچ دیگه کنم یه آیتم دیگه اوه سخت باید بزنم بو. عزیزو یه چه شما بچه خونه میبینید از وقتی اینجا میشینی یه چه عزیز غریبی کلوچ هست. واو از این حس کردم که اصلا 2 تا رو هم چیزه بعدش یه ترس میشه فهمیدم. چی؟ خب نظر در بردت چی؟ هیچی؟ این که خوشحالم فقط این که بر رپ بسازم 30 ثانیه در حد 20 ثانیه‌ای باید بیت انتخاب باشه؟ یا به خودم انتخاب آقا گفتی چی؟ محمد 30 ثانیه برای تو مثلا سمت کلمه بگن تو بسازی یا خودت انتخاب کنی؟ خب خودت بساز. نه خودم بسازم. بیتا تو میسازی یا من بیتا تو انتخاب کنی یا من بیتا خودم انتخاب و بریم واسه رپ سازی و با ما همراه 1 hour later. خب بچه خونه مجازات رو انجام میدیم و توی کامنت ها بنویسید که به این آهنگ که میخوام بخونم چند میدید.
همه یه قله ولی میخوای وقتی که میخوای سریع بیدارشین صبح من یه روزا میگذرونم بدون تو میگن یه چی تو حیات میگه روبه تو مدریده اصلا ننت میده که داره فت میده دستیش هنه بچه سیده که هیچ سیانه بچه ولی اینجا ایران داده نگاه کارو نگاه کارو ولی اینجا ایرانه داده ادعای زور با چشای شور با چشای کور که جلوت محمد آیلا با صدای شاکا هیچی نیستی حتی کشم سوکا با دستمال نمدار مانی دعوا نگاه کارت منظور نیست دمه در کیس میگم ما رو میخوام بکنن دیس دمه در دیس خب نظرت چیه در مورد این آهنگ؟ خوبه آیلا نه نظر کدوم قسمتش قشنگ بود؟ همه دو نه زدی مثلا ببین مثلا وقتی که حالا صبح را مثلا انجای میخونه مثلا مثل حاجی گنجش بالاسته اون حاجی گنج همه مردم مثلا اون حاجی گنجش بالاسته دوست دارم اون قسمتش بالاسته تو کدوم قسمتش بیشتر دوست داشتی؟ من زمین بودی سویلا نگفتم نه اما از خودم اوزاش قشنگ بود که گفتم کی جلوتونه محمد آیلار بود با استادای شاهکارانه خب امیدوارم شما بچه هایت خونه یانجان دوست داشته باشید قبل از هر چیز ویدیو لایک و سابسکرایب و زنگوله بغلش بزنید و تا ویدیو دیگر پیس اوت